حضرت یوسف میگوید چقدر با دولت بودند، انبارهای خیلی زیاد از تمام خوراکه داشتند، لکن دائم روزه میگرفتند. وقتی از او پرسان کردند یوسف چرا تو دائم روزه دار هستی؟ چی میگفت؟ میگفت زیرا که امروز فقیرها و مسکینها تشنه و گرسنه هستند. اگر من دائم سیر بگردم پس رحم برادر بر برادر چگونه انجام یافته باشد؟ من برای خاطر آنی که فقیرها و مسکینها تشنه و گرسنه هستند من هم چکار میکنم؟ من هم روزدار میگردم تا که همدردی خود به آنها بیان کنم. این گونه معامله ها بین برادرها بود. حضرت یوسف میگوید چقدر با دولت بودند، انبارهای خیلی زیاد از تمام خوراکه داشتند، لکن دائم روزه میگرفتند. وقتی از او پرسان کردند یوسف چرا تو دائم روزه دار هستی؟ چی میگفت؟ میگفت زیرا که امروز فقیرها و مسکینها تشنه و گرسنه هستند. اگر من دائم سیر بگردم پس رحم برادر بر برادر چگونه انجام یافته باشد؟ من برای خاطر آنی که فقیرها و مسکینها تشنه و گرسنه هستند من هم چکار میکنم؟ من هم روزدار میگردم تا که همدردی خود به آنها بیان کنم. این گونه معامله ها بین برادرها بود. رسول اکرم گفتند من در آسمان چهارم با یوسف رو پرو شدم شب معراج. چنان زینت داشتند وقتی که در اصحابش این حکایت کرد که هیچ وصفی او را کردن ناممکن است. حتی در قرآن هم قصه یوسف میگذرد که زنهای مصر وقتی که یوسف دیدن در پیش خود همون سبزواتی داشتن برای ریزه کردن، حسن یوسف چنان به اونها غلبه کرد که دستهای خود بریدن و درکدار نشدند. دستهای خود خونشار کردند درکدار نشدند، زیرا که حسن یوسف دیدگی آدم یعنی تماما از هوش میرفت. لیکن یکی از حدیثهای پیغمبر خدا ده یکی از صحابه ها میگوید روز من مهمان پیغمبر بودم. شب میگد